دعوت مردم به سوی خدا در عصر کنونی ما یکی از بهترین اعمال است که ما میتونیم سرش حساب بکنیم، با شرطی که به قول عام مردم از دل بخیزه، با شرطی که از نفس نخیزه، از خودخواهی نخیزه، ما کدام مقصد خودنمایی و امثال از این نداشته باشیم، کاملا به خاطر خدا، کاملا بی‌غرض، کاملا بی‌مرض، کاملا با عاجزی و تواضع اندرونی و با همت بیرونی ما تلاش بکنیم که پیام خدا را برای مردم برسانیم. الهی مردم مادر ما باشه، پدر ما باشه، برادر ما باشه، هر کسی که باشه نیکو و مستحسن همیست که انسان با یاد خداوند متعال در زیر نظر خدای متعال به امر مأموریت و رسالت جهانی دعوت که به دوش ما امت است بپردازن، از خود گرفته تا چارطرف و حتی تا هر زبان و گوشه و کنار جهان که صدایشان میرسه باید صدای خدا برسانند و خدا جل جلاله او را برای بشریت معرفی بکنند و قرآن و عظمت قرآن و رسالت قرآن برشان برسانند.